همه فکر کنین که شما دکتره، اون دکتره ای. خب حس دکتره رو تصور کردین همتون؟ خب اول بذار ایشون بگه حس دکتره رو میگی چجوریه؟ من همیشه فکر می‌کردم اون دکتر میترسه مثلا دستگاهی بخوره به زبونم لبم که ببره. زنده باد پسرم. اسمت چیه؟ من امیرحسینم. امیرحسین. شما بگو. من هر دفعه میرفتیم دکتر، خب دکترم آشنا بود. خب خیلی مثلا با هم حرف می‌زدیم و اینا. بعد چون تو کارش خیلی ماهر بود دیگه مثلا مثل دکتر اولیه که تازه کارن نمیترسید، خیلی راحت کارشو انجام میداد. آها دندون پزشکی که ماهر بود تو حس کردی که خیلی راحت داره کار میکنه. خب کس دیگه بگو. ترس و اضطراب. یعنی اون جای دکتر بودی حس ترس و اضطراب داشتی؟ چرا؟ چون مثلا فکر می‌کردم مثلا ممکنه یه اتفاقی بیفته برای دندون شخص، مثلا به شکایت کنه یا ای جان کج پر کنی ای جان. خب من خودم خیلی به نظرم بعد خوب خاص تو که کاری نکرد باد، فقط یه آینه برداشت نگات کرد. احساس خنثیه. ولی میخوام بگم که دست تو آرنج تو حلق مردم باشه دیگه. زنده باد پسرم. آفرین. خب تا آرنج تو آرنج واقعا میرفت. خب بچه هم کلاسیاتون خیلی به چیزای جالبی اشاره کردم. خب من مقدمه بگم بهتون که دندون پزشک تعریفش اینه: به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان میپردازد و از همین رو شاید بهتر باشد که عنوان این رشته رو دهان پزشکی بگیم. یعنی فقط دندون نیست، تمام محیط دهان و دندان، یعنی لثه، بله تبخال داشته باشه به دندون پزشک ربط داره، لثه، استخوان، متوجه تمام اینها در واقع به دندون پزشکی ربط داره. توی گذشته دندون پزشکی رو مساوی دندون سازی میدونستن، یعنی قدیم دندوناشون نگه نمیتونستن بدارن که خیلی مراقبت بالا نبود و اینا، دندونشون رو میکشیدن خیلی زود و به جاش دندون مصنوعی میذاشتن. برای همین دندون سازی در گذشته خیلی قدیم. کوچک هم با شما. بله زبان کوچک هم یه جوری بین ما و مرز ما و گوش حلق بینیه. عرضم به حضورتون که دندون پزشکی رو باید میدونین که باید از چه رشته‌ای برین؟ همتون پس میدونین باید برین تجربی اگه میخواین برین. بعد اگه میخواین برین دندون پزشکی، مهندسی دندان پزشکی نه، مهندسی دندان پزشکی نداریم. تمام رشته های دندان پزشکی چند تا رشته وابسته هم داره، مثل بهداشتکار دهان و دندان که دستیار دندون پزشک میشن و پروتزهای دندانی که دندون ساز میشه، یعنی کارهای مصنوعی دندون رو میسازن. اینا رشته های وابسته دندان پزشکی که همش از تجربیه. متوجه شدین؟ منتها اگه در مورد کنکور و این چیز میخوایم، من خیلی وقته فارغ التحصیل شدم. اگر اون سوالا رو دارین بهتر از مشاورینتون بپرسین. من سال 1376 کنکور دادم. خب پس خیلی 1376 مدل ها فرق میکرد که دندون پزشکی قبول شدم. سال بعدی مدل دیگه بود، سالتر بعدی مدل، و الان حتما مدل های دیگه ای داره. ولی در مورد خود رشته خیلی میتونم بهتون توضیح بدم اگه سوال داشته باشید. خب دندون پزشکی یک رشته‌ایه که خیلی پزشکیه، در عین حال خیلی هنره، در عین حال خیلی تکنیک داره و خیلی فن داره. خب پس علم مطلق نیست، هنر و دست مطلق هم نیست. اصلا دندون پزشکی معروفه به علم و هنر. متوجه؟ هنرش خیلی بالاست، یعنی شما باید مهارت دستتون خیلی بالا باشه. حالا جلوتر هم باز بهتون میگم. بگو پسر. تأسیس دندون پزشکی کف کار الان چقدر؟ چی؟ دندون پزشکی بخوای باز کنی. صبر کن برسم پسرم، صبر کن برسم. آفرین. من به بازار. ببین سوال آخره رو اول میپرسه. ماشاءالله بهتون. ببین دندون پزشکی دو دوره میرسم. یه چند تا اسلاید اونجوری هم دارم. دندون پزشکی دو تا چیز مجزا داره. یعنی شما سطح کنکور رو که رد کنی، خب وارد دانشگاه که بشی، در واقع با یک 2 سال کلی و عمومی مواجه میشی، بهش میگن علوم پایه. خب دندون پزشکی 6 ساله، 2 سال اول، بله طرحش هم توضیح میدم. 2 سال اولش عمومی تره و 4 سال آخرش تخصصی تره.
خب شما توی اون 2 سال، من خودم تجربی بودم بدون اینکه یک دونه پزشکی بزنم، حتی شهر خودمون رو هم پزشکیشو نزدم، برای اینکه پزشکی دوست نداشتم. میگفتم من میخوام یه کاری برم که کار دستی توش داشته باشه. آمدم دندان پزشکی، اولین واحدی که ترم 1 بهمون داده آناتومی بود. ایول. با هم میرفتیم سر جسد، سر و گردنش تشریح میکردیم. خیلی حالی بود. یعنی واقعا حالم گرفته شد. ولی تحمل کردم دیگه، تحمل کردم تا آناتومی بگذره و بعد دیگه کم کم که رسیدیم به کارهای دستی و دیگه اینا، دیگه واقعا رو آسمون بودم که داشتم دندون پزشکی میخوندم. خیلی خوشحال بودم. پس 2 سال اول باید این بیوشیمی و آناتومی و بافشناسی و فیزیولوژی و ژنتیک و نمیدونم جنین شناسی و نمیدونم یک عالمه چیزای اینطوری 2 سال اول داره. 2 سال اول کلیه. بله کلی. بعد شما باید یه آزمون بدید به اسم آزمون علوم پایه. اگر قبول بشید که معمولا همه قبول میشن، از 2 ساله برید تو واحد، تو قسمت کارورزی یا کارآموزی یا همچین چیزی. انترن تو دندون پزشکی نمیگن انترنی، تو پزشکی میگن انترنی. بعد از 2 سال وارد رشته تخصصی دندون پزشکی میشن که بهش میگن کارورزی یا عالمه درس داره. در اینا دیگه درسای مخصوص دندان پزشکیه. آسیب شناسی دهان و دندان، ارتودنسی، اندو که همون عصب کشیه، ترمیمی که در واقع رشته منه، پروتزهای ثابت. دیگه عرض کنم 12-13 تا چیز تخصصی داره. متوجه این؟ بعد که این 6 سال تموم شد، شما اگر بخواین دوباره میتونین 12 تا رشته تخصصی هم داره. متوجه؟ یعنی 6 ساله که خوندین دوباره یه کنکور ورود به تخصص داره که اون کنکوره در واقع بین دوره ها عموما 3 ساله است تخصص، یک رشتهمون فقط 5 ساله است که جراحی دهان و فک و صورت. اتفاقا پسرام خیلی طرفدارشن جراحی دهان و فک و صورت و بچهای دانشگاه ما پسرامون اکثرا دنبال جراحی ان، خیلی این جراحی رو دوست دارن. اون 5 ساله دوره بیمارستانی داره، خیلی به پزشکی شبیه اون جراحی فک و صورت. ولی دندان پزشکی دوباره خودش 12 تا به اصطلاح تخصص داره. خب این فقط خواهش میکنم که این فکر رو که دندون پزشکی یه چیز تجربیه و من میرم میبینم و یاد میگیرم از ذهنتون خارج کنیم. خب و اونی هم که من خیلی درس میخونم پس میتونم دندون پزشک خوبی باشم، اینم از ذهنتون خارج کنیم. 2 تا چیز میخواد، یعنی هم باید خیلی اهل درس خوندن باشی. البته پزشکا به ما میگن که شما کم خوندین ها، یعنی واقعا اونا پزشکی خیلی 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 حقیقتا هم بیشتره کتاباش، ولی دندون پزشکی دنیای بسیار بزرگی تو علم داره و شما میتونی خیلی تو علم و دانشش پیشرفت بکنی. ولی اگه میخوای کار خوبی هم بکنی نیاز به مهارت دست خوبی هم داره، یعنی هم باید اهل کار دستی باشی، به اصطلاح یدی باشی، هم آره دستت نلرزه، و هم اینکه باید خیلی بخونی. اصلا کلا پزشکی نیاز به دائم خوندن داره، یعنی همیشه باید بروز باشی. بله هی باید بروز بشی. البته که نگران نباشین، شما بسیار آدم‌های اصلا این نسل واقعا الان انقدر چیزای مختلف اومده که شما میتونید بهش مراجعه بکنید و همیشه خودتون رو به روز نگه بدارید. پس اینو مد نظرتون داشته باشید. یه چیز دیگه که خیلی در موردش میگن برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانیه که برای دندون پزشکی واجبه، یعنی اصلا کلا برای گروه پزشکی واجبه. این مثلا شما یک آدمی که ناشنواست واقعا خب یا خدای نکرده مثلا راست دستیه که 2 تا انگشتش قطع شده، از انشالله از همه بچه‌ها از همه دور باشه، ولی واقعا در واقع نیاز به سلامت. مثلا خلبانا شنیدین که باید دندونشون خراب نباشه. میدونین چرا؟ آره میتره که نه، در واقع وقتی که روی ارتفاع که میرین، ما یه عصب دندون عروق داریم داخل دندون که اون وقتی میره روی ارتفاع پروازهای طولانی مخصوصا فشار عروقیش بالا زیاد میشه و دندون شروع میکنه زغزغ کردن و درد گرفتن. فکر کنید که خلبانی که این همه آدمو داره میبره دندونش درد بگیره وسط هوا. برای همین در واقع شما پرواز
قبل از پرواز کافی نیست، یعنی باید خیلی قبلا که اینجوری اصلا نمیتونست بره، اگر دندونش خراب، دندون پر کرده و خراب و اینجور چیزا داشت اصلا نمیتونست بره. الان رو نمیدونم. منظورم اینه که هر رشته‌ای از لحاظ جسمی هم نیاز به یک سلامتی و یک چیزهایی داره، یه حداقل هایی داره. خب در مورد زبان انگلیسی که واقعا یه چیزیه که شوخی نداره دیگه، زبان انگلیسی تو هر رشته‌ای بخوای بری لازمته. برای دندون پزشکی هم همینطوریه، واقعا باید روی زبانتون الان بهت میگم اونم الان بهت میگم. خب همونجوری که بهتون گفتم طول دوره 6 ساله. توی اون علوم پایه 2 سال اول علوم پایه شما درسای عمومی رو هم دارین پسرم، مجبورین. بعد اونا رو هم باید پاس بکنی، ولی توی 2 سال بعدی دیگه اصلا چیزای متفرقه نداریم. ریاضی اصلا نداره، فیزیک داره، در حد فیزیک پزشکی داره، بله در حد فیزیک پزشکی داره، آمار داره. خب آره آمار همه جا هست تقریبا. ولی علوم مثلا تغذیه، زیست، نمیدونم اینا رو شما همون 2 سال اول دارین، یعنی چیزایی که این مدلی. خب فقط من اینو یه اشتباهی کردم، این 4 سال 5 سال نیست، 2 سال آزمون علوم پایه و بعد هم میری توی اون 4 سال اصلی که در واقع بیش از 200 واحد درسی باید پاس بکنید. خب درسات چند مدل داره. یه درسات تئوریه، مثل همین مثلا فرض کنید من میام بهتون توضیح میدم که این کار رو چجوری انجام بدین. خب این علت این بیماری چیه، چجوری به وجود اومده، مثلا اینا رو بهتون توضیح میدم. این میشه درس نظریتون، درس تئوری که داده میشه. توی یک سری از اون 2 سال اول یه سری کارهای عملی هم داره. مثلا این آزمایشگاه بیوشیمی مثلا نحوه خون گرفتن و مثلا تمرین میکنه، اینا باز یه چیزای کلیه. ولی وقتی اون 4 سال بعدیه شما 2 قسمت دارین، پری کلینیک و کلینیک، یا پیشبالینی و بالینی. پیشبالینی رو ماکت تمرین میکنین، رو دندون‌هایی که از جنس پلاستیکیه یا دندون‌های کشیده شده‌ای که میخوان دور بریزن ازش استفاده میکنن که روش تمرین بکنین. بعد از اون یه سری ما بهش میگیم فانتوم هد، یعنی یه سری سر مثل عروسک خب که دندون توشه، اینا رو در واقع روی اونها تمرین میکنین که موقعیتی که میشینین پشت یونیت و اینها یاد بگیریم. بعد میرین سر بیمار، یعنی شما در دوره دندان پزشکی روی بیمار کار میکنید وقتی دانشجویید هنوز تحت نظر کی؟ ما که استادیم، متوجه؟ ولی باید خودت دست بگیری و کار کنی. پس موقعی که دانشجو هستی هم کار میکنی. البته تو کشور ما اینطوریه ها، شما بعضی کشورها در واقع این حالت وجود نداره، یعنی بریز ندارن، کلش رو روی فانتوم هد در واقع تمرین میکنن، رو اون هدا. ولی دندون پزشکی تو ایران روی بیماره، رو بیمار انجام میشه. یه حسنی داره براش اینه که در واقع استاد هم هست. شاید اگه اون استاد مثلا بخواد بره مطبش خب خیلی گرون براش تموم بشه، ولی در واقع اونجا میتونه با هزینه کمی با نظارت استاد و در واقع تشخیص درست دانشگاهی کار براش انجام میشه. یه حسنایی داره، یه بدیایی داره. خیلی طول میکشه. معمولا ما نمیذاریم بچه‌ها کار مریضو خراب کنن، معمولا خیلی طول میکشه، یعنی آروم انجام میدن بچه‌ها، یواش یواش. مثلا دندونی که من 20 دقیقه پر میکنم یه دانشجو ممکنه 2 ساعت و نیم طولش بده. متوجه؟ بله، فقط از این لحاظ یه مقداری متفاوت. خراب ما نمیذاریم بکنن، جبران میکنیم براشون. خب اینم اگه بخواید درسای تخصصی رو ببینید، یه عالمه درس تخصصی داره دندان پزشکی. شما توی دوره جراحی داره، 2 تا رشته‌ای داریم که 2-3 تا رشته‌ای داریم که یه جورای جراحی و خون و اینا باش سر کار داریم. اگه از خون بدتون میاد خونم داره. این که پسرم گفته آرنج میره، این چه شغل واقعا بدیه از این لحاظ. تا آرنج که اغراقه، ولی در واقع شما یک حفره دهان دارین که نهایتا انقدر باز میشه که بعد 2 تا دست بره توش
یه چیزی بذارین که آبو بکشه، ساکشن بهش میگن. دستیار از اون ور میخواد یه چیزی بده. خب محیط بسیار کوچیکه. خب محیط بسیار کوچیک، من همیشه به دانشجوام میگم محیط بسیار کوچیک کار کردن توش یکم بغرنجه. متوجه این نمیگم نشدنیه، این همه دندون پزشک داریم انجام میدن دیگه. من خودم واقعا شما مثلا فک بالا رو دارین کار میکنیم، ما اگه بخوایم دلا نشیم مریض خوابیده دیگه، باید تو آینه ببینیم. یعنی فک بالای مریض رو داریم کار میکنیم، دید مستقیم نمیتونیم ببینیم، باید تو آینه ببینیم. چپ کار میکنیم. بله خلاصه مثل دنده عقب که اولش میخوای بری تازه داری یاد میگیری قاطی میکنی، چپ بزنم راست. مثلا ما الان یکی اولش اینه که بچه‌ها درست حسابی دندون رو تشخیص بدن، بتونن تو آینه بفهمن الان کدوم دندونن، یه دندون اشتباهی نتراشن، دست نزنن. متوجه شده ها؟ نخند. شده که بچه‌ها یهو رفتن یهو به خودمون اومدیم دیدیم گفتیم دندون 7 رو بزن 6 رو زده. خب پس شما اینو توجه داشته باشید که کار ظریفیه در یک محیط بسته کوچیک پر از بزاق. متوجه؟ باید از این بدتون نیاد. حالا ممکنه خوشتون نیاد ولی حداقل نباید بدتون بیاد. متوجه؟ باید از این حالت احساس آزوب. من یه همکلاسی داشتم که وقتی سال 3 شد به این دلیل انصراف داد، یعنی حالش بد میشد، روانشناسی رفت، روانپزشک رفت، روانشناس رفت، خیلی تراپی رفت تا این مشکلش رو حل کنه، نتونست حل کنه. متوجه؟ اگه واقعا چیزه باید به این موضوع در مورد دندون پزشکی فکر کنیم. خب حالا میرسیم به این که اون چیزایی که شما دوست دارین. ببینم رسیدم. آخرش هم یه پایان نامه داره. آخرش هم باید یه موضوع تحقیقاتی با یه استاد بگیرین و بعد اون کار رو انجام بدین. بله به مرور میگیرین، از سال 4 شروع میکنین تا سال 6 تموم میشه. جلسه دفاع. بله جلسه دفاع داره، باید دفاع کنین و جوری به هیئت داوران به شما نمره میده و بعدش هم فارغ التحصیل میشه. شما این 40 کباب بدین. آقا ما خودمون میریم داوریم. خب ببینید امروز در کشور این آمار حدودیه، واقعا اطلاعات دقیق خیلی موثقی واقعا وجود نداره. 42,000 نفر در نظام پزشکی پروانه دارن و 60,000 دندون پزشک حدوداً تخمین زده میشه که در ایران وجود داره. از 44 تا دانشکده دندان پزشکی داریم در کشور که سالانه حدود 16,000 نفر دندان پزشک رو فارغ التحصیل میکنن. خب حالا شاید فکر کنید که چه خبره، من برم این همه درس بخونم و فلان و اینا، کار کجا بود حالا 16,000 تا. بله واقعا از این لحاظ ما مشکل در واقع کشورمون مشکلی که داره مشکل توزیع درستی بر گروه پزشکی اتفاق نیفتاده. بعضی از جاها در واقع الان بذار برم اسلاید بعدی، اینجا فکر کنم نوشتم. بله در واقع استاندارد دنیا 10,000 به ازای هر 10,000 نفر جمعیت 5 دندان پزشکه، یعنی حدوداً 2,000. البته نمیگن 2,000 اینجوری چون ممکنه یک کم توزیعش در مثلا فرض کنید یه ایالت یک کشور یک کم متفاوت باشه، ولی میگن 10,000 نفر جمعیت 5 دندان پزشک که ما اینو داریم الان. در 40 سال پیش 25,000 به ازای 25,000 نفر یک دندان پزشک وجود داشت. الان ما اینو داریم ولی متاسفانه وضع سلامت دهان و دندانمون خوب نیست. در کشور توزیع درست نشدن. اگر شما امکان اینو دارین که در شهرستان دندان پزشک باشین بسیار میتونید موفق، پولدار و مشکل اونها رو هم حل کنید. ولی توی تهران واقعا اشباع، توزیع متاسفانه درست نیست. خب بعضی از کشور ما هنوز به این مرحله نرسیده به هیچ وجه. سلامت دهان و دندان متاسفانه اصلا وضع خوبی نداره. اون هم به خاطر اینکه بیمه ها خوب پاسخ ندادن، وضعیت اقتصادی، نه به خاطر اینکه دندان پزشکا کمن و توزیع نادرسته. خب و آموزش بهداشت دهان و دندان کافی نیست. ما از لحاظ سلامت دهان و دندان وضعیت خوبی نداریم. خب پس به نیاز به دندان پزشک، نیاز به آموزش، همه چی وجود داره.
ولی برخی کشورها مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی اصلا تعطیل کردن دانشکده‌های دندون پزشکیشونو، اصلا به دندون پزشک نیاز ندارن. اگه گفتید چرا؟ فرهنگ مردمشون. برای اینکه هم فرهنگ، همین که در آب آشامیدنیشون فلوراید ریختن و دندون‌ها مقاوم شده به پوسیدگی. خب اصلا دانشکده‌های دندون پزشکیشون رو دارن تعطیل میکنن چون پوسیدگی ایجاد نشده، ایجاد نمیشه. وقتی فلوریداسیون خیلی کم ایجاد میشه، یعنی با همون تعداد دندون پزشک کافیه. متوجه شدی؟ بگو عزیزم. این یک اشتباه محضه. بله. خیلی کمه. یه واحدش پی پی امه. خب خیلی کم باید در آب آشامیدنی باشه و این مستلزم اینه که اول بدونن آبهای کشور، آبهایی که ما داریم میخوریم چقدر فلوراید داره، میزان کم و زیادش رو بهش اضافه کنن. متوجه؟ اگر فلوراید به اندازه کافی باشه هیچ ضرری نداره. یعنی شما خمیر دندونتون هم باید فلوراید دار باشه. اینا فلوراید اصلا ضرر نداره. ما اون 4-6 سال رفتیم. بله. چند سال فرق داره؟ الان بهت میگم. الان میخوام برسم به اون. ببین شما وقتی که درستون تموم شد 2 سال باید برید طرح دوره عمومی. این اجباریه. حتی شما اگه دانشگاه آزاد بخونید، طرح رو دارید. طرح دوره عمومی رو دارید. واجبه، مثل سربازی. خب شما پسرا اگه سربازی نرفته باشید سرباز پزشک میشید. یعنی باید برید تو مراکز نظامی، اونجا کار دکتری میکنید، کار دندان پزشکی میکنید، هم سربازیتون حساب میشه هم طرحتون حساب میشه. بله؟ حقوق بهت میدن؟ بله حقوق بهت میدن. آره مقداری بهت میدن. عرضم به حضورتون که ما دخترها در واقع میرفتیم طرح در مناطق محروم مثلا یه روستای مثلا دور اطراف فلان و اینا شهر، ولی پسرها در واقع در مراکز نظامی، مگر اینکه در واقع سربازی معاف بوده باشن. اگر سربازی معاف باشه مثل دخترها میریم، منم مثلا مرکز بهداشت فلان شهر. متوجه شدید؟ خب پس شما سربازی بیشتر چرا معاف شدن؟ خب حالا من چند تا عکسم گذاشتم براتون که بخواید ببینین. نگاه کنید. این مثلا حالا از رشته خودم گذاشتم. ببینید این پوسیدگیه، یه دندون مثلا خرابه که شما مثلا باید پرش کنید. اینا نگاه کنید کارهایی که میتونیم بکنیم. این دندون سیاه شده، این دندون مثلا توی رادیوگرافی دیدین که پوسیده شده. این یکی دندونش نامرتبه، مثلا این یکی یه ذره بیرون زده، این یکی یکم فاصلش با اون یکی فرق داره. بله با ارتودنسی و کارهای زیبایی میتونیم اینها رو در واقع اصلاح بکنیم. دندون بدرنگه، میتونیم اصلاح بکنیم. دندون از هم فاصله داره، اینها رو میتونیم اصلاح بکنیم. این دندون خورده زمین شکسته، دندون میاده. دندونش خود و تو همون بود خورد زمین. این خیلی شایع است تو بچه‌های 7-8 ساله 9 ساله. جان میگم شما مثلا مریض میاد یه بعد دهنشو چجوری عزیزم بچه‌ها یه سوال خیلی خوب کرد. پسر اسم چیه؟ پارسا جون. میگه اگه مریض بوی بعد دهان داشته باشه تو چجوری تحمل میکنی؟ محمد بگو. نه مامانت بگو مامانت چجوری تحمل میکنه. عزیزم ببینید این ماسک N95 که اومده خیلی خوبه. N95 ما بعد از کرونا دیگه میزنیم. واقعا من خودم یکی از آدم‌هایی ام که با این مسئله هنوز هم که مشکل دارم. متوجه؟ چون به هر حال بعضی مریض ها پیازشو خورده اومده. چیکار کنیم؟ خب خورده اومده. سیر ترشی رو خورده اومده. بعضی هم خب بیمارن، مثلا هالیتوزیس ما بهش میگیم یا بوی بعد دهان که به علل مختلفی داره. خب اون دیگه من وظیفه حرفه‌ایمه که تحمل کنم و اونو درمان کنم. حتی اون مریضی که سیگار کشیده، اون مریضی که در واقع پیاز خورده، این وظیفه منه که براش انجام بدم. به هیچ وجه نه به روش میارم نه چیز میکنم و باید تحمل کنم. متوجه شدید؟ این به خاطر وظیفه حرفه‌ای منه. خلاصه سوسول نباشی. بله خلاصه سوسول نباشی. همچین جانم
مثلا قبل که معاینه نشونیم یا هر کلی آره. میخوادش انجام بدیم مثلا بله ما این کارو میکنیم، دهانشویه میدیم برای اینکه ریت یعنی میزان میکروب رو یه مقداری کاهش بدیم تو دهانش و اینکه مثلا این چون ما وقتی کار میکنیم یه عالمه حالا این چیزاشو دیگه واقعا نرسیدم بگم ولی مثلا وقتی شما تراش میدی آبه که میپاشه مثلا یعنی متوجه این آب و هوایی که میپاشه متوجه ما باید تهویه‌مون خیلی خوب باشه. ما برای مثلا تو کرونا واقعا به همه چیز میدادیم، به همه دهانشویی میدادیم که این کاهش کنه بوی بد دهان. باید بهش بگیم اینو برجو یه رو بشین، یه خورده حالا شاید توهین باشه بهش که مثلا یه رو بشین اونجا تا وگرنه با یه لحظه جویدن که واقعا بو از بین نمیره. مرسی که این سوالا رو میپرسین و واقعا به ذهنتون میرسه. تو این سن زمان ما اینجوری نبودیم، زمان ما واقعا این حالت نبود. من یه روز با دوستم داشتم راه میرفتم، ریاضی بودم، محمد میدونه کلاس اول و دوم دبیرستانم که الان میشه شما نهم و دهم شما، من ریاضی بودم. بعد با ریاضی هم اصلا حال نمی‌کردم ولی اون موقع خیلی ریاضی رو بورستر بود، یعنی بچه‌هایی که خیلی باهوش‌تر بودن اینا بیشتر میرفتن ریاضی و اینا. بعد یه روز گفتم وای من نمیتونم با این چیز بگم، بیا با هم بریم دندون پزشکی. به دوستم گفتم همینجوری تصمیم گرفتیم. البته خب کار هنریمون خیلی هر دومون خیلی خطاطی می‌کردیم، خیلی کار هنری رو دوست داشتیم. من به خطاطی بس نرفتم. نه به خط رفت ندارم. منظورم اینه که کار ظریف می‌کردیم، کارهای ظریف انجام میده. خب یه چیز دیگه که در مورد دندون پزشکی باید بهتون بگم اینه که شما بسیار زیاد با مواد و تجهیزات در ارتباطین، خیلی زیاد. یعنی اصلا دندون پزشکی میتونید تصور کنید مثلا ما الان پزشکی در منزل داریم، یعنی خدای نکرده کسی مثلا مریض بشه طوری که نتونه بیاد به سمت دکتر یا پزشک میتونه بره به بالین. اسنپ هم داره. بله اسنپ داره. خب ویزیت در منزل داریم، قدیم هم بود. خب ولی دندون پزشک در منزل واقعا نداریم. ما یونیتمون کجا بزنم رو کولم ببرم اون خونه چیکار کنم؟ آره واقعا دندان پزشکی خیلی خیلی زیاد به تجهیزات مواد احتیاج داره. اولش تجهیزاتی که پسرم پرسید که تجهیزات چی؟ بله واقعا تجهیزاتش گرونه و تجهیزات اولیش اگر شما بخوای خیلی حرفه‌ای کار کنی باید در واقع تجهیزات خوبی داشته باشی و مواد هر لحظه به روز میشن، هر آن دارن به روز میشن. شرکت ها با هم رقابت میکنن، مواد جدید به بازار میاد، مواد پر کردن، مواد نمیدونم پیوند لثه، مواد نمیدونم ایمپلنت، نمیدونم خیلی چیزهای جدید داره میاد که شما باید با این مواد و علم تجهیزات پزشکی هم آشنا باشین. مواد دندانی و تجهیزات پزشکی باید خیلی خیلی زیاد آشنا. یه مسئله دیگه‌ای که باید توجه داشته باشین اینه که شما باید بسیار بهش میگن اینفکشن کنترل یا کنترل عفونت. بسیاری از بیماری‌ها از طریق تنفس منتقل میشن که خب حالا بیماری‌های خطرناکی نیستن. حالا یه ایام کرونا رو ما داشتیم که بسیار دندانپزشکا آسیب دیدن. ولی با خون شما سر کار داریم، با بزاق که ایدز و هپاتیت ممکنه منتقل بشه، از طریق خون و بزاق منتقل میشه. مگه سوزن بله اگر سوزن شما دائم با سوزن ما سر کار داریم، بعد ممکنه نیدل استیک بهش میگیم. بنابراین ما برای هپاتیت همه دندانپزشکا برای هپاتیت ایمنی باید بگیرن. یعنی شماها که از بعد تولد براتون زدن ولی ماها همین که وارد دانشکده میشدیم برامون واکسن هپاتیت میزدن. هپاتیت سی و ایدز واکسن نداره، بنابراین باید بسیار کنترل عفونت رو رعایت کنی. یعنی باید اینو بپذیری که من بچه‌ها میدونن آدم وسواسی نیستم به هیچ وجه، وسواس تمیزی، وسواس فلان، ولی توی مطلبم بسیار وسواسم. بله بسیار وسواس، نه فقط برای خودم، برای بیمارانم و یعنی ما بین بیمارانمون یه رو فاصله است برای اینکه تمام وسایل کاورا رو عوض کنیم، همه چیز باشه. حالا کاور یه چیز ساده است، تجهیزات. بنابراین کنترل عفونت هم مسئله مهمه. خب در مورد بازار کار یه کوچولو گفتم. ببینید دندانپزشکی هزینه اولیه بالایی داره، ولی اگه شما چندین مهارتتون رو خیلی افزایش بدین و میتونید همچنان درآمد خوبی داشته باشین.
خب مهارت دست رو داره، مهارت دست رو نیاز داره، اخلاق حرفه‌ای و ارتباط با بیمار. یعنی اگه یک آدمی هستی که نمیتونی ارتباط بگیری، این بسیار در دندانپزشکی مهمه، در پزشکی مهمه. اخلاق خوش مهمه، یعنی اگه شما مثلا خیلی خشک و جدی و بد اخلاق باشی، نمیتونی مریض زیادی داشته باشی یا متوجه این خیلی مسئله. رفتار حرفه‌ای با مریض داشتن و در واقع تجهیزات و مواد با لول بالا، اینها رو داشته باشی، میتونی در واقع یک آدم بسیار موفق. هنوز هم بازار کار در کشور وجود داره، هرچند که دندانپزشکان جوان ما الان شاکیان از اینکه در واقع شرایط نیست. یکی از مسائل مهمی که وجود داره اینه که دندانپزشکی متاسفانه به وضعیت اقتصادی جامعه وابسته است. یعنی اگه مردم متاسفانه وضعشون خوب نباشه از لحاظ مالی، نمیتونن بیان دندون پزشکی. اگر مثلا ولی پزشکی اینطور نیست. پزشکی به هر حال کسی که بیمار میشه ویزیتو بالاخره میره و جای حالا دولتی یا غیر دولتی در واقع پرداخت میکنه. بنابراین بازار کار هنوز میتونم بگم که حالا در حد اطلاعات خودم بد نیست، ولی بسیار درس خوندن میخواد، بسیار تلاش میخواد، نباید خسته بشین، بسیار صبر میخواد. یعنی واقعا باید صبرتون تو این رشته زیاد بشه. دیر بازدهه، اصلا کلا رشته های پزشکی دیر بازدهه. شما در سن دیری بله، مثلا من 30 البته متخصص بودم، من 30 سالم که بود متخصص بودم و هیئت علمی شدم. تخصص بخونی؟ نه، تخصص ما 3 تا 5 ساله، دندان پزشکی 3 تا 5 ساله، خود رشته 6 ساله. متوجه این؟ من اول رفتم عمومی، بعد 2 سال رفتم طب، بعد 3 سال تخصصم بود. خب 30 سالگی تازه هیئت علمی دانشگاه شدم. وقتی شما الان میخوام طرح تخصصم بگم، بعد سوال شما رو جواب بدم. شما وقتی که تخصص میگیرین باید 2 برابر سنوات تحصیلتون، یعنی من اگه 3 سال بودم 6 سال به دولت تعهد دارم و باید برای دولت کار میکردم. حالا این معمولا وقتی شما متخصص میشین در رشته دندانپزشکی معمولا هیئت علمیه. حقوقش که خیلی پایینه نسبت به درآمد، نسبت به درآمدی که شما بیرون داری، نسبت به درآمدی که مطب میتونه داشته باشه بسیار پایینه. ولی معمولا از کسایی که میان توی چیز و میمونن در دانشگاه بعد از تعهداتشون به آموزش علاقه دارن، مثل من. متوجه؟ به آموزش علاقه دارن، یعنی دوست دارن معلم باشن. شما میتونید بمونید، میتونید برید بعد از اینکه طرحتون تموم شد، تعهداتتون تموم شد، میتونید از دانشگاه برین و بعد در واقع مطب خصوصی خودتون رو داشته باشین. یک کوچولوی دیگه هم در مورد بازار کار بگم. شما هر جایی که بخواید مطب بزنین، اهم از پزشکی و دندان پزشکی، حالا گویا مثلا روانشناسی و این جور چیزا هم هست، فیزیوتراپی فلان، اینها شما باید امتیاز اون شهر هم داشته باشین. چجوری امتیاز به دست میاد؟ امتیاز با کار در مناطق محروم یا کار کردن در یک کلینیک دولتی، اینها به دست میاد. خب مثلا من 2 سال طرح رفتم بابل، 2 تا 30 امتیاز، یا نه چون روستا بودم 2 تا 60 امتیاز، 2 سالی عمومی 2 تا 60 امتیاز، مجموعاً 120 امتیاز برام ذخیره شد تو اون 2 سال طرحم. خب بعد تهران وقتی که تخصصمو گرفتم چند سال کار میکردم توی کلینیکی. خب آره امتیاز جمع میشه. امتیاز تهران مثلا 350، مثلا امتیاز بابل 60، امتیاز زاهدان 30. جان آزمون تو سایت و اینا خود داخلیش هم میدید درسته؟ آزمون داخلی. اون به اون میگم بازآموزی، یعنی شما باید مرتباً هم آزمون‌های بازآموزی رو بدین، یعنی علمتون هم باید به روز نگه دارین. نه پولش خیلی کمه. پولش بله باید بدین. شما سالی نمیدونم الان فکر کنم سالی 100 امتیازه، یه همچین چیزی باید امتیاز بازآموزی داشته باشیم. ماها که معلم دانشگاهی مثلا سخنرانی و اینا میکنیم خود به خود به دست میاد این امتیازا.
امتیاز ماشاءالله میدونه در واقع این تخصص رو فقط که مثل این که شهرهای بزرگ چون 3-4 سال شما نمیتونین مطب بزنین اینو میخوان کاهش بدن برای اینکه دندان پزشکان جوان و پزشکان جوان سریع بتونن مطب بزنن در عین حال که دارن تعهداتشون رو میگذرونن. یعنی شما وقتی تعهد داری از کشور نمیتونی خارج بشی، باید وثیقه بذاری، باید تعهدات تموم کنی، مثل سربازیه یه جوری باید چیز کنی بعد اینو بگذرونی. تعهد فراری. آره جان مثلا شاید یه نفر بخواد که این رشته رو واسه آیندهش انتخاب کنه شاید خیلی چیزا مثلا بیشتر از این رشته ببینه. مثلا میانگین درآمد این تخصص رو با لوازم همون تجهیزات عالی و اینا همه رو عزیزم بگم دیگه آقای آره ببین شما اگه یه مطب خوب تو تهران الان بخوای تجهیز کنی با اطلاعاتی که من دارم انشالله که درست بگم بین 2 تا 4 میلیارد فقط هزینه های چیزشه اولیه تجهیزات اولیه است غیر از اجاره و ساختمون و اینها متوجه این الانو میگم و اینکه بعد دیگه شما باید یه عالمه مواد و اینا هم بخری و این مواد تو مرتبا هم باید بروز کنی. آخری کار چقدر میشه؟ نه ببین مواد تو نمیتونی از اول بخری، مواد رو باید دائم بخری. یه لحظه البته که وام میتونی بگیری، شما میتونید با وقتی مجوز داری رو مجوزت پروانت میتونی وام هم بگیری متوجهی، ولی واما قبلا زیاد بود اونقدر زیاد نیست الان. عرضم به حضورتون دیگه درآمد بستگی داره چقدر کار کنی. خب نه ببین شما مثلا من به خاطر اینکه بعد وقتی من که متخصص شدم 2 تا پسر 2.5 ماهه داشتم. من نتونستم زیاد کار کنم اول، یعنی زود پولدار نشدم. الانم زیاد پولدار نیستم برای اینکه فقط 2 روز کار مطب میکنم. ولی اگه شما به عنوان یک مرد هر روز کار کنید، کلینیک‌های مختلف کار کنید، میتونید درآمد خوبی داشته باشید. توجه کنید که دندان پزشکی عمر مفید داره. یعنی چی؟ شما گردن درد میگیری، کمر درد میگیری. خب بنابراین نمیتونی هم خیلی کار کنی. ببین کاری که وابسته به دسته کس دیگه نمیتونه به جای تو کار کنه. میتونه؟ نه. ولی شما اگه شرکت داشته باشی 4 تا کارمند خوب استخدام کنی اونا میتونن به جای تو کار کنن. و من الان 2 تا دستیار دارم، اونا هم دارن مثل پروانه دور من میچرخن بهم کمک میکنن، ولی تهش که اونا کار نمیکنن من کار میکنم، اونا فقط بهم کمک میکنن. خب بنابراین تا خدای نکرده یه دکتری مثلا من میگم من خیلی از کشورها انگشتای دکتراشون رو بیمه میکنن برای اینکه اگه این یا مثلا اون بیمارستان میگه که الان این چیزه من این اگه ببینه این کار نمیتونه بکنه من حقوق اینو چجوری بدم؟ بیمه میکنه دستش که اگه دستش شکست این یه ما کار نکرد این از حقوق دادن به این معاف بشه، بیمه حقوقشو بده. متوجه؟ برای اینکه من اگه دستم الان این دستم در واقع کار مثلا خدای نگهدار مثلا پیچ بخوره، فرض کن پیچ بخوره، این من نمیتونم کار کنم، من مطبمو تعطیل کنم، یعنی 1 ماه 2 ماه بعد تعطیل کنم که این در واقع دستم خوب شه. حالا این یه چیز ساده شه. خب بنابراین در واقع شما اگر کار بتونید به اساس فیزیکی خوب کار کنید میتونید خوبم در بیارید. ولی اینجوری نیست که مثلا من الان بخوام به بچه‌هام برسم 4 روز نرم، خب 4 روز کار کمتر کردم و پول کمتر درآوردم. این از اون شغلاست. بعضی شغلا هستن که شما یه سرمایه‌گذاری اولیه می‌کنی ولی لازم نیست دیگه مثلا خیلی مثلا میتونی بریم مثلا دستت هم شکسته خب میری سر شرکتت هستی. ولی من اگه دستم بشکنه نمیتونم مثلا پول در بیارم. من در خدمت. فهمیدی؟ کافی بود؟ دنبال عدده؟ ماهی چقدر؟ ببین من میتونم شیفتی بهتون بگم. شما ببین کلینیک اگه کار میکنی آره ساعتی دون دارم نه عزیزم اونقدر بالا نیست. ببین شما یه درصدی با مالیات بدی، یه درصد نگو درآمد خالص واقعا اونقدر مالیات داره. خب مالیات ما اصلا همینجور کارتو میکشیم اون مالیاتش کم میشه، اون چیز نیست. پزشکا روشون حساسه. بعد چیز مواد شما اگه خیلی خوب بخوای مواد چیز کنی، مثلا شما الان فرض کنید مثلا یه دندون پر میکنی 4 میلیون تومان. خب اون 4 میلیون تومان
در واقع آره 2 این حدوداشو در نظر بگیر که رفته و سر متوجه. بعد شما دیر به اگه دنبال اون خالصه ای، من واقعا نمیتونم خالصشو بهت بگم چون پشتش کلی درس خوندنه، کلی وقت گذاشتنه. متوجه این؟ اصلا نمیتونم بگم. یه عدد میخوام. جان مثلا بگین از انقدر میگیم تو ببین بله همین الان اگر یه آقا پسری باشین که هر 5 روز هفته کار کنید، حتی مطب مال خودتون نباشه، یعنی برید یه کلینیکی کار کنید 50% بهتون میدن. اگه شما که 40 خورده ای بهتون میدن، 60% اون اونر برمیداره، اون صاحب اون کلینیکه برمیداره، 40% میده به کسی که فرض کنید کسی که سرمایه اولیه نداره و میخواد توی کلینیکی کار کنه. اگه هر 5-6 روز هفته رو کار کنید راحت 200 میلیون رو در میارید. نه در ماه.